خانم اگه بلد نیستی موقعی که میری دستشویی خودتو چجوری بشوری، موقعی که میری دستشویی فقط شلنگ نگه ندار، حتما خودتو با دست بشور. تو اون ترشحاتی که روی واژنت میمونه وقتی با ادرار مخلوط میشه و میمونه شسته نمیشه، خودش عامل ایجاد عفونت میشه. راست میگه دخترا، من و محمد آقا هم همین مشکل داشتیم. محمد آقا هر شب میگفت چرا بوتونمایی میاد. میگفتم ای بابا لامصب امشب شام کوکو سبزی داشتیم. میگفت نه بوتونمایی میاد. بوتونمایی نزدیک. دیگه از اون شب به بعد دیگه شلنگو فقط به خودم نگرفتم هم یه آب بگیرم بیام بیرون گربه شور کنم. قشنگ سه تا انگاش اینجوری میندازی لا به خدا. انقدر میشویی اصلا رابطه زن و شویی همینجوری شکل میگیره. انقدر میشویی صدا حلوگی بده. قشنگ جیلینگ حلوگی رو بشنوه. یعنی چه این چه سبک آموزش تو اینستا رو انداخت؟ یعنی واقعا کسی هستن اون خودش چجوری بشه؟ البته هستا، خیلی از آقایون میان به من میگن خانوممون بو میده. منم میگم سلامت باش، عافیت با بازار باشه. به خدا دیگه این جیلینگو شلنگو بگی دیگه همه بلدن نظافت خودشون. حالا اونایی که بوتون مایی میدن که مثل خود من که میدادم، محمد آقا خیلی آسی شد، دنبال کارمو گرفتم، شلنگو کردم تو ترخوندم، قشنگ روشویی